و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، بارک الله فیکم. این توشانکه‌هایی که اهل کفر آماده میکنند و چگونه کشته شدن این حیوان ها نامعلوم است و البته که بسیار توشانکه‌هایی که امروز کفار آماده میکنند به طریق غیر شرعی کشته می شود، یا به طریق قوت زنانیدن، یا به طریق سبحان الله اول اونها رو به ضربه کشتن، حرام کشتن، یا والعیاذ بالله تمامی نجاست ها رو به درون این توشانکه رو کردن و غیره و غیره، که این همه غیر شرعی هست و از همین جهت خوردن این توشانکه ها حرام است. از همین جهت خوردن این توشانکه ها حرام است که چگونه کشته شدن این حیوان ها نامعلوم است. همان وقت البته خوردن توشانکه یا که گوشت کفار به مانند گوشت یهود و نصارا میگیم حلال است و جایز است، که این کشته ها را شما دانید، این گوشت ها را شما دانید که یهود و نصارا به طرز معتاد بگیم به طرز شرعی کشته باشد، یعنی گردنش را به کرد بریده ذبح کرده کشته باشد، قوت زنانیده یا که ضربه زده نکشته باشد، بلکه گردنش را بریده آهسته خونش را برآورده کشته باشد. در حالتی که من حیوان زنده است گردنش را بریده، چخیلی که امروز مسلمان ها ذبح میکنند. همچنین اگر یهود و نصارا همچنین ذبح کند خوردنش جایز است، اگر برای عید نباشد. اگر یهود و نصارا برای عیدش این چنین ذبح کند هم حرام است، اما برای عید نه، برای خرید و فروش، برای فروختن، برای دیگر خوردن، اگر یهود یا نصارا ذبح کند، گردنش را بریده ذبح کند، خوردنش جایز است. بارک الله فیکم. اگرچه بسم الله نگوید. البته در مسئله بسم الله گفتن و نگفتن در مسئله یهود اختلاف است. اگرچه بسم الله نگوید هم قول راجح همین است که یهود و نصارا ذبح کند خوردنش جایز است. اگر توشانکه ها که انسان میخورد از همین گوشتی معلومی یعنی انیق میدونید که یهود و نصارا کشته است و ذبح کرده است و حرام نکشته است، این چنین توشانکه باشد جایز است، اما غیر این جایز نیست. اگر توشانکه نامعلوم باشد، ندونید که چی خیلی گوشت دارد، در این حالت اصلا خوردنش حرام است. بارک الله فیکم.